بسم الله الرحمن الرحیم. البته روز اول درس ما شما از بخش سیسکو آغاز سیسینی 200-301 درست است؟ ما یک فولدر کریت کردیم به نام صنفتان سیسینی 200-301. میخوایم دوباره از یک بار صحبت کنیم. اما قبل از اینکه ما لکچر قبلی هم درس خواندیم تئوریکال درست است؟ اما در ریکارد بحث نکردیم. خواستیم که تمام موضوعاتی که روزانه ما در صنف بحث میکنیم شامل ریکارد شود. صحیح است؟ یک ریویو از درس دیروز هم گرچه میکنم، از روز قبل هم میکنم، چون موضوعاتی که شما نه پی پی تی گرفتین نه ریکارد نوت هم نگرفتین هستن. صحیح است؟ هم شامل ریکارد شود و هم موضوعات از ابتدا باشه. درست است انشاءالله؟ خب ما قبل از اینکه مستقیم بریم بالای سیسینی بس کنیم، بعد سرتیفیکیشن ها که من کردم انشاءالله باید راهنمایی میکنم که ما شما چطور بتونیم سرتیفیکیشن بکنیم در بخش سیسکو. درست است؟ و همچنان دیگر بخش‌های دیگه هم هست که در بخش مایکروسافت، چک پوینت، جونیپر، آمازون یا هر موضوع دیگه هم که هست. انشاءالله باز خواهد بس کردیم. این بخش‌های سرتیفیکیشن هست که ما در بخش سیسکو، مایکروسافت، درست است، آمازون انجام دادیم. یا هم در بخش سکیوریتی کمپانی چک پوینت و جونیپر است. درست است؟ موضوع اساسی است که قبل از اینکه ما سر موضوع سرتیفیکیشن های کمپانی دیگه بس کنیم، یک بار مکمل تبارای سرتیفیکیشن های خود کمپانی کی بس میکنیم؟ سیسکو. یک موضوع بسیار مهمی است سیسکو کریر سرتیفیکیشن. امروز تعریفات یا دیفینیشن های نتورک بحث میکنم انشاءالله با جزئیات. اما خواستیم قبل از اینکه ما بحث بکنیم امروز بحث آمده ما سر موضوع سیسینی ورژن نو است. چرا سیسینی 200-301؟ اولی که ما درباره نتورک کم بیش معلومات داریم، ما میفهمیم که نتورک چی است. من سر دیفینیشن های بعضی فاندامنتال های نتورک حالا بحث خود کردم براتون، تعریف خود کردم. اما میخوایم درباره این کورسی که ما شما میخوانیم یک معلومات داشته باشیم. درست است انشاءالله؟ روی از این موضوع چون درس به کسایی که ریکارد گوش میکنن برایشان تو گنگ نمونه که بگن چطور سیسینی چی است، از کجا شروع شد، سیسینی چی کار میکنن. من خواستم که بعض جزئیات و تعریفات بسیار بیسیکی از نتورک براتون بکنم تا اینکه جنبندی درس بیای بالای سیسینی که سیسینی در نتورک چی رول داره باز. یعنی سیسینی کدام بخش نتورک کور میکنه، یعنی ما در کدام راه روان هستیم تا معلومات بیشتر داشته باشیم. یک موضوع که خواستم براتون بگم موضوع ریکارد است در صنف. من ریکارد در شما میکنم، این ریکاردایی نیست که در بازار بفروشه کسی را. در صنف آزاد صحبت کنین، گپ بزنین، سوال دارین جواب دارین، آزاد صحبت کنین. درست است؟ در کسی ریکارد نشو، ما شما فرندلی پیش میریم. درست است شما؟ مهم نیست که درس بخونین. صحیح است؟ این موضوع ریکارد بسته که مدام تو قصه میکنیم هر روز. خب مثلا پیپر هم سیسکو بحث میکنم، ولی پیپر یا اگزام پیپر چه براتون باز میکنم. اولین بخش سیسکو چی است؟ بخش اینترودکشن است. اینترودکشن به انتر نتورکینگ. اولین تعریفات نتورک از اینجا شروع میشه، پیپر شروع. یعنی آغاز سیسینی از تعریفات بیسیک چی است؟ نتورک. گرچه من میفهم که دوستان درباره تعریفات نتورک میفهمن، معلومات دارن، ولی خواستیم یک یادآوری بسیار مختصر درباره‌اش داشته باشیم. اولی که نتورک، خود نتورک چی است؟ گفتیم ارتباط مجموعه از آله ها را به نام چی میگن؟ نتورک. وقتی که ما مجموعه از آله ها را با هم دیگر میتونیم وصل کنیم نتورک ایجاد میشه. مثال اگر بگم اگر ما دو یا چندین کامپیوتر را وصل میکنیم این یک نتورک است. امروز پروژکتوری که تصویر در اینجا در این صفحه اوت کرده یا نتورک است. تلویزیونی که ما میبینیم نتورک است، رادیویی که میشنویم نتورک است. حتی یک مثال ساده گروپ هم که صنف روشن است هم چی است؟ نتورک است. مثلا این برق کجا آمده با شما؟ حتما یک جکشن برق در اونجا وجود داره. لاین دوانیش در بالاخره برق ما رسیده، اون برق روشن میشه، در خانه روشنی ایجاد میشه. پس ببینید آله ها با هم دیگر وصل شدن، نتورک ایجاد شد. نتورک بسیار بزرگ است، ساتلایت نتورک است. امروز ببینید یوزیج نتورک بسیار زیاد است. اگر ما از خطوط هوایی طیاره فکر کنیم تا شرکت‌های مخابراتی تا تلویزیون‌ها حتی تا تحقیقات دانشمندان در سیارات تمامشان وابسته به چی هستند؟ به نتورک است. نتورک بسیار وسیع است، بسیار بزرگ است.
اما یک موضوع بسیار مشخص، ما سر نتورک تلویزیون رادیو بحث نمیکنیم، ما مشخصا بالای نتورک چی بحث میکنیم؟ کامپیوتر. یا مثلا میگیم کامپیوتر نتورک. کامپیوتر نتورک چی را میگن؟ میگن ارتباط دو و یا بیشتر از دو کامپیوتر. یک اپلیکیشن که انستال کردم به خاطر که هند رایتینگ دارم روش، اونو یک بار فایند کنم انشاءالله باز براتون ریکارد. خب ببین دوستان عزیز، وقتی که ما میگیم ارتباط دو و یا بیشتر از چی گفتیم؟ دو کامپیوتر. اگر ما مثلا مد نظر بگیریم یعنی دو کامپیوتر، تا مثلا یک اگزمپل برش میگم. حالا ما رنگ نمیده چه جان؟ پاسا رنگ میتنی؟ با کسایی کردم از قلم‌های ذکر همون قلم‌های خودم خوبیش هست. یک درکی چی میکنه؟ خیر برساتش مهم نیست. کارمو کدسی نشد. حالا باشه بود من سر باز خود براتون بس کردم دی باشه تو فعلا. خب زمانی که ما میم سر تعریف کامپیوتر بس میکنیم گفتیم ارتباط دو و یا بیشتر از چی گفتیم؟ دو کامپیوتر. زمانی که ما دو یا چندین کامپیوتر با هم دیگر در نتورک چی میکنیم دوستان عزیز؟ وصل میکنیم. اینمی با شما چی است؟ تعریف بسیار خوبی از کامپیوتر چی است؟ نتورک. ارتباط دو یا چندین کامپیوتر در صورتی که اینها بتانند از منابع هم دیگر استفاده کنند. ما چون کامپیوترها را با هم دیگر در یک نتورک وصل میکنیم؟ به خاطر چی؟ به خاطر که یا بتونن از منابع هم دیگر خود استفاده کنند. طور مثال اگر ما اینی کامپیوتر را مد نظر بگیریم، اینی یک پرینتر داره با خود. طور مثال درست است؟ مثلا برش بگیم پرینت دیوایس داره. درست است؟ یا به اصطلاح یامنا بگیم پرینتر داره. ولی پرینتر تنها مربوط به کامپیوتر است. اینی آدم و این یوزر پرینتر نداره که استفاده کنه. پس اگر ما نتورک داشته باشیم، اینی آدم پرینتر خودش شیر میکنه تا دیگه یوزرها از اون چی کنن؟ استفاده کنن. پس منابع میرم میگن. یا مثلا اگر ما مثال بتیم اینی منزل اول است، اینی منزل 5. یک دیتا ضرورت است که از منزل اول در منزل 5 انتقال کنه. اگر ما فلش روان کنیم وقت ما ضایع میشه. اگر تا که بریم تا که بیایم فلش باشه نباشه. در صورت اگر ما نتورک باشیم حاجت به رفت آمد نیست. اینی آدم اگر دیتا خودش شیر کنه، اینی آدم میتونه دیتاش از طریق نتورک اکسس کنه. منابع نمیرم میگن. خب یکی موضوعی چی داریم دوستان؟ نتورک چی را میگن؟ ما قبلا هم بحث کرده بودم براتون، خود یادآوریش کنم براتون باز. وقت ارتباط فیزیکی آله ها را منابع چی میگن؟ وقتی که آله ها لحاظ فیزیکی با هم دیگر چی شدن؟ وصل شدن. اینمی اصطلاح منابع چی بشن؟ به این معنا زمانی که اگر ما یک نتورک مد نظر بگیریم، ما چندین کامپیوتر داشته باشیم، مثلا اینی را ما مد نظر میگیریم یک سویچ یک دیوایس است که چندین پی سی با هم دیگر چه میکنه؟ یک تعریف بسیار مختصر، ولی در بارش باید با جزئیات خود بس کردیم. اینی هم چندین کامپیوتر که ما در نتورک داریم. وقتی که ما چندین کامپیوتر در نتورک با هم دیگر چی میکنیم؟ وصل میکنیم و وصلشون گارانتی باشه، یعنی سکسسفول یا با هم دیگر چی باشن؟ از لحاظ فیزیکی وصل. اینمی اصطلاح را به نام چی میگن؟ نتورک. اینی به یک آیتی نتورک در دفترها یادتون باشه که چی انجام میده؟ اون نتورک میسازه. از لحاظ فیزیکی آله ها را با ما شما وصل میکنه. خلاص وقتی که چندین آله چندین کامپیوتر با هم دیگر وصل شد، اینمی اصطلاح به نام چی میشن؟ نتورک. باز یک بحث دیگه داریم به نام کی دوستان؟ نتورک. نتورکینگ چی هست؟ جریان انتقال دیتا بین منابع را به نام چی میگن؟ نتورک. یعنی به این معنا زمانی که در یک نتورک دیتا این از این پی سی انتقال میکنه به این پی سی، اینمی جریان انتقال به نام نتورکینگ میگن. من یک مثال بسیار ساده بگم، یعنی موتورایی که در شهر گشت و گذار میکنن، ترافیک نتورک هم، ترافیک جاده ها هم فکر کنین نتورکینگ. یعنی تبادله دیتا در نتورک به نام چی میگن؟ نتورکینگ. ما شما یک بحث بسیار مهم CCNA موضوع ترابل شوتینگ و مینتیننس است که ما میخوانیم. مثلا نتورک پرابلم پیدا میکنه، من نمیشه که نتورک گرد دوات کنم از هر دیزاین کنم. ما فقط ترابل شوت میکنیم، مانیتور میکنیم، مشکل پیدا میکنیم. این معمولا توسط اپلیکیشن ها میشن. مثلا یکی از اپلیکیشن هایی که ما شما کار میکنیم وایر شارک نام داره. توسط وایر شارک ما اینمی ترافیک نتورک هم چک میکنیم که دیتا در کدام طرف میره، ترافیک نتورک در کجا زیاد است، در کجا کم است، لینکا در کجا فیل است.
ما این درس است که میخوانیم ان شاء الله باز. یعنی پس ما میتوان دیتا را بچه خود میتونیم ببینیم زایا ترافیک در کجا جریان داره یا در یک دیوایس هم میشه یعنی در کلش میشه در دیوایس لیر 2 هم میشه در سویچ لیر 2 میکاره میتونیم کردن ورشاک از کلش ورشاک نام آمده سابق گذاشت اینجا باز ما شما رو اینستال میکنیم پکیت اسنیفر داریم یک اپلیکیشن میگه موضوع چک میکنیم در غیرم کار میکنیم و جدا اینستال میشه میگه این گپایست که بود عملا خود ما شما بدیم من فقط همو تعریفات بسیار ابتدایی نتورک که شما میفهم وارد هستین خودن مسئول هستین اما که یادآوری کردم یک موضوع دیگه هم داریم به نام نتورک سگمنتیشن نتورک سگمنتیشن چی است تعریفش میگه تقسیم نمودن یک نتورک بزرگ به نتورک های کوچک با استفاده از آله های نتورک مثلا راوتر مثلا چی گفتیم سویچ مثلا اکسس پوینت مثلا فایروال با استفاده از این دیوایس یک مثال بسیار ساده میگم نتورک سگمنتیشن اگر ما مد نظر بگیریم در مثال در آی اس پی میفهمیم که اینترنت سرویس چی پرووایدر کمپانی خدمات چی میتن اینترنت مثلا نگاه کس میگن ما در کمپانی ما تمام سگمنتیشن مربوط به اس پی نیست مثال لانش هم براتون میتونم اینجا که در نتورک کوچک هم میتونیم ما سگمنت کنیم در اس پی میگن ما سگمنتیشن داریم این هدفش چی است به طور مثال اینو تصور میکنیم که این کمپانی یک بندویت زیاد اینترنت به طور مثال 300 ام بی پی اس 300 ام بی اینترنت یا بندویت یا از اوتساید یعنی از بیرون آوردن خب سوال ما تو پیدا نشه که آی اس پی چطور 300 ام بی را آورده کدام را آورده آیا از طریق ستلایت آورده آیا از طریق فایبر آورده این پس است که تو در سیسینه میفهمی گپا رو پسند چون سیسینه بیشتر براتون باز من سر سیسینه فیلم بس نمیکنم چون ستلایت بعدی سر سیسینه است سیسینه بیشتر سر یک کنکتیویتی ها بس کرده سر ارتباطات یعنی مربوط درس تو میشه که چطور آمده اینترنت باز که دوبارش خود بس کرده خب گپ گوتایی که ما 300 ام بی اینترنت اینجا آوردیم مثلا فکر کو در راوتر خود رسوند اینا لی 300 ام بی ما چی میکنم سگمنتیشن میکنم به این معنا که از این 300 ام بی به طور مثال ما یک 2 ام بی شه میتونم به یک شرکت مثلا یک 5 ام بی شه میتونم به یک یونیورسیتی مثلا یک 10 ام بی شه میتونم به یک وزارت خانه میدیم مثلا یک 2 ام بی شه میتونم به یک خانه اینمی نتورک بزرگ ما گرفتیم چندین نتورک چی ساختیم اینی هم یک اصطلاح یا مفهوم چی است ولی نتورک یک لاین است ولی سگمنت کردیم با چندین نتورک کوچک یک مثال دیگه بسیار ساده میتونم که درس عملی ما در سویچینگ میخوانیم مسئله ویلن است ورچوال لان مثلا ما در ویلن چی میخوانیم ما یک سویچ مد نظر میگیریم دوستان یک سویچ مثلا تعریف سویچ بس نمیکنم فقط کسایی که سویچ دیدین یا کار کردین یک دیوایس است که چندین پی سی را با هم دیگر چی میکنن خب کمپینای مختلف هست که سویچ دارن مثلا من اینجا مد نظر میگیرم یک چندین پی سی را اینجا دیزاین میکنم که ما و شما در یک سویچ مثلا میتونیم که 24 پی سی 48 پی سی را چی کنیم وصل کنیم ولی ما چی کردم اینجا مد نظر گرفتیم چندین پی سی ها چندین کامپیوترها را با هم دیگر ما در این سیستم وصل کنیم مفهوم ویلن چی است اگر من مد نظر بگیرم که اینمی سویچ ما مثبت 24 است مثبت 24 پورت یا اینترفیس چی مانا که 24 پی سی دی سویچ چی میشن وصل ولی مفهوم دیگه چی است که در دفتر ما 3 دیپارتمنت است چند دیپارتمنت 3 دیپارتمنت اچ آر است دیپارتمنت فایننس است و دیپارتمنت مثال چی است 3 دیپارتمنت کار میکنن اینجا مثلا یک 5 نفر دفتر ما اچ آر است یک 10 نفر فایننس است و طبقه هم چی است ادمین اینا در بعض مسائل نتورک ما طور دیزاین میکنیم نتورک که این پی سی ها با هم دیگر مستقیما ارتباط نداشته باشند هدف ما چی است که اگر من تو فکر کنم که این یک گروپ از یا فایننس است یک گروپ از یا اچ آر است یک گروپ دیگه هم چی است ادمین اگر ما مثلا مدرسه بگیریم یا اچ آر باشن این گروپ ما گروپ کی است فایننس است و بالاخره هم این گروپ ما گروپ کی است درست اگر ما لحاظ نتورک بس کنیم از لحاظ فیزیکی تمام از یا در یک دیوایس وصل است نتورک اما بخش آیدی وصل است و جالب است که یا از سیم رنج آی پی آدرس دارن
این آی پی آدرس از جام فکر کو از یک رنج است 192 168 10.0 مثال سلاش چی گفتیم 24 آی پی آدرس هایشان هم از یک رنج است. اینا لحظات مفهوم نتورک بگوییم به این مانا که اینمی پی سی با اینمی پی سی خیلی باید منطقی باید ارتباط داشته باشه. چرا؟ که در یک دیوایس وصل است رنج آی پیشان هم یکسان است نتورک هم هستن خب از ارتباط داره یک دلیل نیست که بگیم نداره ارتباط ولی ما میخوایم که نمیره سگمنت کنیم جدا کنیم یارا به خاطر که پالیسی دفتر رقم است که فایننس با HR و HR با ادمین باید ارتباط نداشته باشه. خیمت چطور کنم سویچ هم دیگه نیست که ما به هر گروپ دیگه سویچ بخرم دم یک سویچ گفت وصل کو از یک رنج آی پی هم بده ولی یا بین خود دیگه ارتباط نداشته باشن پس یگانه سولوشن بین ما موضوع چی است؟ ویلن است که ما توسط ویلن گروپ ها را از هم دیگر چی میکنیم؟ جدا میکنیم که یا با هم دیگر خود ارتباط نداشته هر کس با گروپ خود تماس باشه اینی هم در اصطلاح یک سگمنتیشن که نتورک است که در لن انجام میده. هدف انشاءالله گرفتین؟ اوکی خیلی ببینید یک موضوع دیگه موضوعی که میخوایم در مربوط به این سلاید بحث بکنم موضوع بخش چی هستن؟ آیتی است. دوستان عزیز بخش آیتی یا برش میگن چی؟ انفورمیشن تکنولوژی. ببینین بحث انفورمیشن تکنولوژی یا آیتی که برش میگیم و شما در دفاتر بعضی کسا میگن که ما آیتی آفیسر هستم یا ما در دیپارتمنت آیتی کار میکنم ولی بعضی کسا آیتی را اشاره کردن تنها در بخش چی؟ نتورک اما این گپ نیست بیس کامپیوتر ساینس تمامش مربوط کی میشن؟ آیتی. یعنی اگر کسی که در بخش DBMS کار میکنن دیتابیس منیجمنت چی گفتیم؟ سیستم کسایی که مثلا دیتابیس دیولپ میکنن مثلا با استفاده از مثلا اوریکل مثلا SQL سرور مثلا دیگه بخش اوریکل است درست است؟ مثلا کسایی که حتی در بخش بیسیک اکسس کار میکنن کسایی که در نتورک کسایی که دیتابیس دیولپ میکنن دیتابیس جور میکنن یا تمامشان مربوط کی میشن یا مربوط شعبه آیتی است. دوم بخش چی است؟ دوم بخش سافتویر لنگویج است. انشاءالله کلتان دوای لنگویج کامپیوترها میفهمین مثلا ما سی داریم سی پلاس پلاس داریم اما درست نه مثلا جاوا داریم پیتون داریم سی شارپ کلش کسایی که در بخش پروگرامینگ هم در کامپیوتر کار میکنن یا هم جزء دیپارتمنتی کی هستن؟ آیتی هستن و بالاخره کسایی که در بخش چی کار میکنن؟ نتورک چی در بخش فیزیکی نتورک کار کنن چی در بخش لاجیکال نتورک کار کنن یا مربوط به دیپارتمنتی کی هستن؟ آیتی هستن. یعنی دیپارتمنت آیتی تنها بخش نتورک نمیگن. من مثال گفتم دکتر که میگیم یک نفر دکتر ارتوپدی است، یک نفر دکتر چشم است، یک نفر دکتر به حساب بگم داخل است. ولی در مجموع کلش دکتر است اما فیلد در کس متفاوت است. یعنی میگم که آیتی تنها مربوط به نتورک نمیشه، تمام بخش‌ها مربوط کی هستن؟ دیپارتمنت آیتی است. یک موضوع مختصر بود که درباره دیفینیشن های نتورک بحث کردیم اما بحث بسیار مهمی که درباره نتورک دیزاین میخوایم بحث کنیم. زمانی که ما یک نتورک دیزاین میکنیم دوستان دیزاین نتورک دو بخش داره. وقتی که ما نتورک میخوایم لاجیکال دیزاین کنیم نتورک یکی فیزیکال باید دیزاین شوند یکی چی شوند؟ لاجیکال. خب از این که نامش میفهمین فیزیکی بخش فیزیکی دیوایس ها میگن آله ها را میگن لاجیکال معمولا بخش چی میگن غیر فیزیکی میگن. وقتی که ما نتورک ادلواز دیزاین به دو بخش تقسیم کردیم که یک بخش به نام چی مانده ما شما فیزیکال گفتیم و یک بخش به نام چی گفتیم لاجیکال گفتیم. اینا تفاوت ها در کجاست؟ یک نتورک تا از لحاظ فیزیکی دیزاین نشه ما لاجیکال دیزاین کرده بخش فیزیکی کامپیوترها اولین بخش چی است؟ هاست در نتورک چی میگن یا هوست برش میگیم هر حالی که عضو نتورک باشه رو چی میگن؟ معمولا هوست به کی رفر شده یا اشاره به کی شده؟ به کامپیوترها. مثلا ما در بخش فیزیکی هوست داریم مثلا ما چی داریم؟ کیبل داریم مثلا ما کیبل و بخش کانکتر چون اردوش یک موضوع است.
دیگه بخش نتورک چی داریم ما شما؟ نتورک دیوایسز داریم یا به اصطلاح بگم که ما آله های نتورک داریم. از جمله میتونیم ما شما چی رو نام بگیریم؟ راوتر نام بگیریم، مثلا سویچ نام بگیریم، اکسس پوینت نام بگیریم، مثلا چی بگیریم؟ فایروال نام بگیریم و غیره. یک نتورک دیزاین میشه اول باید تجهیزات فیزیکی باید شوند آماده شوند. بعد از اینکه ما بخش فیزیکی را تکمیل کردیم دوباره ما میریم به جان کی بخش لاجیکال نتورک بحث میکنیم که در بخش لاجیکال نتورک و زمانی که ما میگیم نتورک دیزاین اولین چیزی که در بخش لاجیکال نتورک دیزاین ما هستن اولین چیز بخش چی هستن؟ OS Operating System است که ما با تمام پیسی ها باید چی انستال کنیم؟ ویندوز انستال کنیم. دیگه مثلا ما میتونیم چی را بگیریم؟ آی پی آدرس هم مثال بدیم دواش لاجیکال. دیگه میتونیم چی را مثال بدیم؟ خب با تو سوال است که آی پی چی است مال چی است؟ هر دوش آدرس است که با کامپیوترها آسان میشه. از خود بسیار درس کلان است، از خود جزئیات دارن، از خود فرمت دارن که ماشاءالله بس خود و دیگه موضوعی که در بخش لاجیکال است مثلا ما داریم نتورک اپلیکیشن. نتورک اپلیکیشن ها داریم. مثلا در اپلیکیشن ها نتورک میتونیم مثلا ما شما چی نام بگیریم؟ مثلا ما اکسچنج سرور میتونیم نام بگیریم. درست است؟ چی گفتیم؟ اکسچنج سرور. دیگه مثلا میتونیم ما شما باش که یک کمک بزرگ کنم که براتون شد. دیگه مثلا میتونیم ما تیم جی نام بگیریم. بسیار اپلیکیشن ها ما در نتورک داریم که فقط مربوط به کی میشن؟ بخش لاجیکال. چرا من اینو یاد کردم؟ اینا در جهان کمپانی های مختلف موجود است که خدمات در بخش فیزیکی نتورک و در بخش لاجیکال نتورک میدن. درست است؟ ما میخوایم که پروگرامی را که ما امروز شروع میکنیم ما در کدام سو روان هستیم؟ ما سر فیزیکی دیزاین نتورک کار میکنیم یا سر چی؟ اینا در جمله کمپانی ها بسیار در جهان زیاد است که خدمات نتورک میدن. مثلا از جمله مشهورترین کمپانی که در بخش فیزیکی نتورک کار میکنه کمپانی کی هستن؟ و مشهورترین کمپانی هم که در بخش لاجیکال نتورک کار میکنه از جمله کمپانی کی هستن؟ مایکروسافت است. خیلی بگیریم کمپانی کی هست گفتیم؟ مایکروسافت است. خب اینا سیسکو چی کرد؟ بیشترین کار سیسکو از کلمه سان فرانسیسکو گرفته شده که ایالات چی هستن؟ امریکا. سیسکو بیشترین توجهش بالای دیولپ یا ساختن دیوایس های نتورک بوده، مثلا راوتر و سویچ و فایروال و غیره. یعنی تمام کار از این بالای چی هست؟ دیوایس ها. سیسکو چی کرد؟ به خاطر معرفی دیوایس های خود، آله های خود بازیا بعض کورس ها را اداره کردن که مردم بتانن از دیوایس های سیسکو چی کنن؟ که یک از این کورس ها رو ما شما امروز شروع میکنیم به نام CCNA. همچنان مایکروسافت کمپانی است که مثلا بیشتر کارش مگه متوجه باشه که تنها سیسکو بخش هاردور کار نمیکنه. زیاد کمپانی مثلا دیلینگ، سیسلینگ، زیاد کمپانی هست که بخش هاردور کار میکنن. خب مشهورشان کی است؟ سیسکو. همچنان مایکروسافت باز تمام کارش در بخش سافت‌ویر یا لاجیکال است. مثلا بهترین مثال مایکروسافت اپراتینگ سیستم چی است؟ سرورش است که امروز در جهان تاپ است. گرچه لینکس هم است، رد هات لینکس RHEL7 یا 8 نو آمد، ولی بیشترین توجه جهان کی جلب کرده؟ مایکروسافت است. کاربرد بیشتر مایکروسافت. خب اینا ما در این لکچر فقط بحث کردیم که پروگرامی که ما شروع میکنیم مقصد مربوط کمپانی کی است؟ سیسکو. و این هم فهمیدیم که سیسکو متعلق به بخش دیزاین فیزیکی چی است؟ کامپیوتر نتورک با مثلا. درست است؟ من خواستم که ریکاردار ریکاردار روزانه دو تقسیم کنم. چی نظر دارین؟ یا یک لنت بگیرم کلشا؟ یک ریکارد بگیریم و دو ریکارد روزانه. یک ریکارد صحیح است؟ خب مثلا شما خسته نشید گفتم صحیح است؟ خب خیلی نظر به این ما استا میریم به طرف موضوع درس خوریم که امروز ما چی رو میخوایم بخوانیم. خیلی همه قدر فهمیدیم که مقصد ما مربوط بخش فیزیکی نتورک هستیم و مربوط کمپانی کی هستیم؟ سیسکو. اینجا میخوایم که موضوع نو یادآور شوم که
بسیار دفن باید آمد زمین دیگه بگو حساب خراب کرده خوبش نبود پس آنی پاک میشه بخورم پاکش نه خیلی برسوتش دوستان کمپانی سیسکو به خاطر معرفی دیوایس های خود یا پروگرام های درسی در جهان پیشنهاد کردن یا دیولپ کردن که مردم بتونن در بخش کنکتیویتی نتورک و دیوایس های سیسکو چی داشته باشن معلومات داشته باشن. ولی موضوع اساسی چی است که اینجا هم یک منافعش به مردم است که مردم دیوایس ها سیستمش رو بفهمن و دیگه یک بحث تجارت هم است در بخش. اینا سیسکو چی کرد که به هر پروگرام خود از ابتدا شروع کرد تا به حال به کجا رسیده نامگذاری مختلف کرده پروگرام‌های خود مثلا CCNA نام مانده CCNP نام مانده CCIE نام مانده و به هر کدام از یا یک کتاب مشخص چاپ کرده که روی اگزام پیپر میگن که او اگزام پیپر یا اگزام از او که هست شما رو مطالعه میکنین حجم کتاب کلان است و شما بعد از مطالعه از او وقتی که دور خواندین شما با دیوایس های با مو پروگرام آشنایی پیدا میکنین و میتونین که شما اگزام های چی بکنین آنلاین. درست است انشاءالله؟ روی از این موضوع سیسکو قبلا اولین پروگرامی که سیسکو در بخش دیوایس ها دیولپ کرده بود نام پروگرامش بود CCDA. خب سیسکو 4 لیول داره. اولین لیول سیسکو اسوسییت است. مثلا که ما ریاضیات که مد نظر بگیریم اولین بخش ریاضیات حساب است. بعد از او چی است؟ الجبر. بعد از او معادلات. بعد از او ریاضیات علیه. تو فکر کن. سیسکو اولین لیول سیسکو اسوسییت است که اسوسییتش امو بیسیک فاندامنتال نتورکینگ است. آفرین که بیشترین موضوع اسوسییت بخش کنکتیویتی فیزیکی است که بالا چطور وصل میشن دیوایس ها چطور با دیگر چی میشن؟ کنکت میشن. سیسکو سابقا چی سیستم بود؟ تا پارسال یک سیستم بود که با هر بخش نتورک یک پروگرام مشخص داشت. مثلا اگر ما CCNA را مد نظر بگیریم سیسکو در بخش کلاود خدمات کلاود کامپیوتینگ شاید شنیده باشین یک نوع پروگرام CCNA داشت در بخش CCNA وایس خدمات وایس دیگر نوع CCNA داشت در بخش سکیوریتی در بخش وایرلس در هر نفر که میره میگه من CCNA میخوانم باز از میگن که CCNA چی میخوانی سکیوریتی میخوانی وایرلس میخوانی راوتینگ سویچینگ یا وایس یعنی ببینید که اولین پروگرام سیسکو که جو کرده بود CCDA بود سیسکو سرتیفاید دیزاین اسوسییت ولی یا اکسپایر شد بعد از او چی کرد CCENT یک پروگرام کشید CCENT که از CCNA را به 2 بخش تقسیم کرده بود به چند بخش؟ 2 بخش ICND1 ICND2 من یادآورم شدم بخورم پایین ISDN1 ISDN2 چی مانا میتا Integrated Service Digital Network هدف چی از CCENT که بود CCNA را به 2 بخش تقسیم کرده بود CCNA راوتینگش یک بخش بود یعنی 2 امتحان میدادی بعد از اون طرف سیسکو چی میداد سرتیفیکیت CCNA میداد پس آن هم از بین برد مستقیم کشید به نام کی CCNA یعنی همون 2 بخش پس دوباره چی کرد یک بخش که یک بخش کرد چندین CCNA داشت خدمات وایس چه میخواندی یک CCNA را باید میخواندی خدمات وایرلس اگه میخواندی دیگر CCNA میخواندی و سکیوریتی همی رقم کرد چندین CCNA بود بعد از او سیسکو تصمیم گرفت در 24 فبروری سال 2020 سیسکو چی کرد تمام اینمی CCNA که شما میبینید از کلاود شروع تا به چی تمام اگزام های ازیا را اکسپایر کرد ریتایر کرد چم حال فقط یک CCNA است که ما شما درباره ایش بحث میکنیم CCNA 0.1 و پیپرش هم 200 چی است؟ اینمی طالی شما بله طالی شما 100% و این فعلا دیگه دیفرنت CCNA اگزام دیگه در بازار نیست
شما دیگه ایره نگید مگرم CCNA وایرلس امتحان میتونم یا CCNA سکیوریتی امتحان میتونم یا راوتینگ سویچ. حالا کلش خب مگم چی گپ است که امو تاپیکای اساسی هر CCNA را جمع کرد در این کتاب یک جایش کرد. یعنی در این پیپر که ما میخوانیم سر وایرلس هم بس میکنیم، سر سکیوریتی هم بس میکنیم، سر وایس هم بس میکنیم، سر راوتینگ سویچینگ هم بس میکنیم. الان فهمیدین چی گفتم براتون؟ خیلی ببینیم. خب اولین لیول CCNA گفته بودم چی بود؟ اسوسییت. اینا لیول بعدی سیسکو پروفشنال است. سابق که بود CCDE بود، بعدش CCDP بود، سیسکو سرتیفاید دیزاین پروفشنال. سابق بود CCNA کلاود، پشتش میخواندن CCNP کلاود. سابق بود مثلا CCNA راوتینگ سویچینگ، مجبور به ادامهش بخونه CCNP راوتینگ سویچینگ. اما جان نه یکی نیست، ادامهش هست. بله آخر ببینی یک نفر که CCNA وایس خوانده بود ادامهش باید CCNP وایس بخونه، باز ادامهش اکسپرت باید بخونه، CCNA باید بخونه. اما متوجه باشید که CCNP تغییر نکرده، پروفشنال تغییر نکرده، او تا حال کل از جای یکی نشدن فعلا. حالا یک نفر میگه خب گوش کن، میگه استاد من خوانده بودم میگه من خوانده بودم CCNA راوتینگ سویچینگ، ایره خواندم، ادامهش خب باید CCNP شه بخونم، صحیح است؟ حالا کس میگه استاد حالا خیلی کلش از بین رفت، میگه من خواندم اینمی CCNA ورژن 3 خواندم، من در CCNP چی را بخونم؟ متوجه گپ هستین؟ میگه اینجا خودتون آشنا نبود که راوتینگ سویچینگ یا وایس یا سکیوریتی. حالا من چی کنم؟ حالا خوبی چی است که در پروفشنال که رفتی هر کدامش میتونی بخونی. چرا بیسیک از این CCNA که تو خواندی گفته شده، تو دیگه حالا این مشکل نداری مثلا. و هر کدام از این پیپر داره، هر کدام از این امتحان داره. ولی اما قانون منطق همی است که یک نفر که طب میخوانه نمیتونه که تمام رشته را تنها بخونه دیگه. هم دکتر گوش گروه متخصص شوه، هم از اون میشه میگه تر حالا خب رئیس یگان دکترها یک تا دانش که بخونه. هستن مردمای در جهان که 3-4 تا جیره خونده، ولی بسیار نیست و بسیار محدود است. چون یک قدری بزرگ در اساس که به تو وقت نمیمونه که به کلش برسی، 3 سال بعد اکسپایر میشه. از این خاطر یک فیلد میگیرن هر کسی یک رشته داره دیگه. تو نمیشه که تو دمی کلاود هم توش علا باشی، دمی سکیوریتی هم تو دست پیش باشه، خیلی کار خدیگاه چه کنه گفته اینا داره. یک رشته را با ملاقه در انتخاب کنی نمیشه بخونی. مثل بچه که اون روز میخواد سکیوریتی میخوانه مثلا. اما تو بود نه؟ به هر صورتش موضوع اساسی چی است؟ که در CCNP آمدین باز اختیاری است، ولی بیسیک که در بازار مردم زیادتر میخوانه راوتینگ سویچینگ است. باز در راوتینگ سویچینگ بس نگرم چی است. این لیول چندم بود؟ پشتش لیول سوم شما اکسپرت است. مثلا در بخش اکسپرت ما CCIE داریم، سابق CCDE بود، بعدش ما داشتیم چی؟ CCIE. اینم تو CCIE دیتا سنتر، راوتینگ سویچینگ، سکیوریتی هرچی. و بالاخره آخرین پروگرامش لیول 4 آرکیتکت است. CCAR این نام پروگرام است، سیسکو سرتیفاید آرکیتکت، که این وظیفه‌اش چی است که گلوبال ISP را با هم دیگر ما چی میکنیم؟ که پروگرام دیگر CCDE داره، سیسکو سرتیفاید دیزاین اکسپرت. این 4 لیول سیسکوست. لیول اولش چی بود؟ CCNA بود، اسوسییت. لیول دوم لیول سوم اکسپرت. لیول چهارم آرکیتکت. مثل که گفتم حساب، ریاضی، معادلات، ریاضیات تولید میکنه. ولی یک مشکل سیسکو چی است که تا کسی از اسوسییت شروع نکرده باشه در اکسپرت و در آرکیتکت دستش نمیگرده، رفته نمیتونه، مجبور است که از بیسیک شروع کنه. میشه هدف برای گرفتین؟ اینمی است. موضوع یار میشه. خب موضوع اسپیشالیست سرتیفیکیشن که قبلا هم بحث کردم، بازم میگم سیسکو کمپانی های بزرگ جهان
بیشتر توجه دارن که مردم چی کنن؟ سرتیفیکیشن کنن. سرتیفیکیشن چند خوبی داره. کمپانی هم به خاطر بزنس خودی کار کرده که تو مثلا 3 سال بعد یا 2 سال بعد یا 5 سال بعد سرتیفیکیشن کنی پیسه بدی. و دوم کمپانی های جهانی سنی یا کمپانی های اینترنشنال هستن، لوکال نیستن. چرا دیوایس های زیرا که در افغانستان با شما استفاده میشه، در امریکا هم استفاده میشه. اینطور نیست که در اینجا راوتر دیگر کم بیای باز امریکا دیگر راوتر. این راوتر نیست که نمید فایروال کلش کیست. اینا وقت سرتیفیکیشن تو درباره یک دیوایس درباره یک پروگرام میکنی و این معنی که تو دیگه درباره اون پروگرام لیولش سرتیفاید هستی. تو را کمپانی سرتیفاید کرده. تو راحت میتونی در جای چی کنی؟ در قانون سرتیفیکیشن چی میگن؟ وقتی شاگرد سرتیفیکیشن ریال داشته باشه اینترویو ضرورت نداره. چرا تو کمپانیش که دیوایس جو که سرتیفاید کرده دیگه لوکال چیز از تو امتحان میگیره. قانون هم میاد نتورک سرتیفیکیشن داشته باشی تو باید به کار کنی. هدف چیست که امروز بیشتر کمپانی‌ها توجه به بخشی که دارن سرتیفیکیشن. حتی در افغانستان هم کسا میگن امتحان آنلاین داده ندادن که این بخش نمیاد. ان شاء الله به یاری خدا من براتون اولم گفتم گفتمارم تکرار میکنم که شما اول درس یاد بگیرید. اساسات درس یاد بگیرید. سرتیفیکیشن ما برات انجام میدم. ما خودم نمیدم امتحان تو خود امتحان بده. ما دم برات راهنمایی میکنم، طرز امتحان برات میگم. کلی سری مثل کار میکنیم ان شاء الله. ما دست اسکور نت اکانت دارم. اونجا براتون اکانت کرییت میکنم ان شاء الله. رایت دارم اونجا. دمزارا که اکسپایر شده گرچه براتون میتونم با در هر وقت امتحان میتونم از من بگیرم دمز اپدیت براتون میتونم. کوشش نکن از دمز امتحان میتی. کوشش کن مرز خود امتحان میتی. دمز مثل چی است؟ مثل شاگردایی که اول در مکتب یادم است. استاد یک 50 سوال یاد میگیره بخونین با 10 سوال امتحان میه. او دیگه نکن. دمز تکسی است. سوال اکثرات کورسای میفهمن سرتیفیکیشن شاگردا را دمز میگیره. برو خود شاگرد که نتورک هم بفهمه یک هفته در کتاب خود برات و دمز بخونه یاد میگیره. کلی 4 جواب است سوال. خب بس ردش سرتیفیکیشن بخش بسیار مهم است. یک لیستی از پروگرام‌ها را اینجا براتون یادداشت کردیم که سیسکو دیگه از جای امتحان آنلاین نمیگیره یا ریتایر شد دیگه. این سرتیفیکیشن ها دیگه نیست. کسایی که کرده بودن هم ریتایر شد و کسایی که الان میخواین مثلا دیگه CCNA وایس امتحان نمیگیره، دیگه CCNP وایس دیگه امتحان نمیگیره. مثال دیگه CCI وایس دیگه امتحان نمیگیره. مثلا سیسکو دیتا سنتر نتورک انفراستراکچر سپورت دیگه اگزم نمیگیره. تاریخش هم گفته که در کدام تاریخا یا چی شدن؟ اکسپایر شدن. این است که بخاطر اگر یادآوری و اینفورمیشن برای شما گفتیم. چیزی کجا است؟ مارو واشین دیست برای تایش یافته میشه کارگر. سایش تمام صاف شد نه؟ صاف. تاریکه بود نه؟ نمیشه. خب برسویتش بازخانه PPT را براتون میتونم بازخانه خودتون یک ریویو کنین بخونید. اینی دیوریشن سرتیفیکیشن است. ریسرتیفیکیشن که چه وقت رینیوال میشن، چه وقت سرتیفیکیشن خود رینیو کنیم یا اپدیت کنیم به اصطلاح بگم. ما گفتم که ما 4 لیول داریم، 1 لیول، 2 لیول، 3 لیول، 4 لیول. در بخش اسوسییت و پروفشنال یعنی امیرا بگم در بخش CCNA و CCNP 3 سال دیوریشنتون است. از روزی که امتحان میتین تا 3 سال او چی است؟ اپدیت است. 3 سال بعد اکسپایر. ما براتون میگم کسی میگه من امروز امتحان سیسکو دادم 3 سال بعد اکسپایر میشه. آیا دیگه من وظیفت سیسکو نیستم؟ تو وظیفت سیسکو هستی. اکانت تو بلاک نمیشه. تو هر وقت میتونی آیدیت تام کنی اکانت بکشی. تنها سرتیفیکیت اکسپایر شده. اینولی سوال منطقی چی است که هر 3 سال تا فکر کنین چندین بار CCNA چک شده. هر بار که نفر $300 یا $300 پیسه بده امتحان بده در 3 سال لگرام پیسه مصرف میشه. ضرور نیست. هم یک طرح که شما اپدیت کردین گرچه که دفعه دوم که امتحان میتین دیسکاونت هم داره متوجه باشین. ولی سوال است که یک دفعه که تو سرتیفیکیت یک کمپانی شدی چی از سیسکو چی مایکروسافت چی جونیپر چی آمازون هر چی است تو دیگه اکانت آیدیت همیشه اکانت است لایف تایم است وقتی که هر وقت تایید کنی شد اکانت میبره هم خیلی سرتیفیکیت اکسپایر شد دیگه ضرور نیست که تو پول مصرف کنی بجای خوش کنی یک بار سرتیفیکیشن کنی که فرق میکنه برین لولای بالا برین CCNP را کوشش کنی برو CCI کنی این پیش ادامه بدید الان فهمیدین در بخش اکسپرت سرتیفیکیشن چقدر وقت است؟ 2 سال. در بخش CCD هم چقدر است؟ 2 سال. تنها در بخش ACCR که سرتیفیکیشن چند سال است؟ آرکیتکت. که او چند سال است؟ 5. خب
اینا موضوع چی بود؟ اولین لول سیسینه اسوسییت بود یا نه؟ در بخش اسوسییت چندین سیسینه بود یا نه؟ سیسینه کلاود بود، سیسینه سیکیوریتی بود، سیسینه وایس بود، سیسینه سیکیوریتی وایرلس بود، همه تو بود نه؟ اینا سیسینه کلاود که میخواندیم کلاود بایدامیش تنها سیسینه کلاود داشت و سیسین پی داشت. CCI و CCD و یارا کلاود نداشت. یعنی تا دو لولش داشت. اسوسییش چه داشت؟ با چیش؟ پروفیشنالش. اکسپرت و آرکیتکت نداشت. در بخش کلابریشن بخش وایس هم میگن. سیسینه وایس داشت، سیسین پی وایس داشت و دیگه چی بود؟ بخش آرکیتکت نداشت. به می شکل بخش سایبرش که تلاکی داره سیسینه. در بخش دیتا سنتر سیسینیش داشتیم، سیسین پیش داشتیم و CCIش داشتیم. در بخش اندستریال تلاکی داره سیسینه. در بخش دیزاین CCEMT گفتم براتون است، CCDA است، CCDP است، CCDE است و این آرکیتکت داره بازی کلش داره. در بخش راوتینگ سویچینگ که ما بحث میکنیم انشاءالله کلش هست. CCEMT داره، راوتینگ سویچینگ، CCNP، CCI و همچنان CCDش هست. همچنان در بخش سیکیوریتی میتونین ببینین. در بخش سرویس پرووایدر بالاخره بخش چی؟ یک بخش از این سه لول سیسکو لول اسوسییتش جمع شد یکی شد خلاص. یک سیسینه شد اما سه لول دیگهش که از سپریتلی جداست. اینا به این معنا سیسینه ورژن 0.1 خواندیم ما شما؟ در لول بعدی ما شما سیسین پروفیشنال از دیگه نه؟ اینا تو خوانده بودی راوتینگ سویچینگ. دیگه لیول های سیسین بیش هم میتونی بخونی، اکسپرت هم میخونی، آرکیتکت هم میتونی پیش بری. اینی کدام ادامه کل پروگرام رو براتون گفتیم که پشتش چی نه. چیز مشکل هست؟ خیلی ببینید. خب این یک انتروداکشن بسیار بیسیک درباره سیسینه بس کردیم. ما میرم در طرف پیپر که ما شما بس میکنیم سیسینه 200-301. درست است؟ جزئیات کتاب براتون میگم. من پیپر براتون میدم و این پیپر است که پیش شما می باشه که انشالله باز ما در وقت روزای اگزم باز ما انشالله روزای در صنفای درسی شما این را میخوانین مطالعه میکنین که ما چی موضوعات را میتونیم در این کتاب ببینیم یا کدام موضوعات ما میخوانیم در این پیپر. ما در بوکمارک برم ببینیم. خب تا به این قسمت از کور شروع تا به بخش انتروداکشن و استادی پلان کنش انفورمیشن هاست که خودتون در خانه را چی کنین؟ ریویو کنین، یک بار بخوانین. درست است؟ چپترهای درسی ما شما از این پارت شروع میشن. مثلا پارت ما انتروداکشن تو چی هست؟ اما فاندامنتال های نتورک پیشتر تشکیل کردم ولی گپا زیاد است که ما شما میخوانیم. زمانی که من را اکسپاند کنم بسیار گپاست که ما شما میخوانیم. مثلا TCP/IP نتورکینگ ما میخوانیم، ایترنت لان میخوانیم ما شما، فاندامنتال وان آی پی میخوانیم ما شما. همین رقم پیش خاطر رفتیم. درست است؟ هر کدام از که باز کنین یک عالم عنوانای درسی که خود داره کس حالا نیست. محمود تا عنوانای چپتر تنها براتون مدام موضوعات بحث کنیم. انشاءالله متوجه هستیم چی میگم. در پورت دوم شما موصله ایمپلمنتینگ ایترنت لان است که بیشتر بالای سویچینگ بحث شده. پورت بعدی ما مربوط سویچینگ است، ایمپلمنتینگ ویلانس اند STP اسپانینگ تری پروتکل. پورت بعدی ما مستقیم بالای چی بس میشه؟ IP ورژن 4. پورت بعدی ما بالای IP ورژن 4 راوتینگ است، OSPF رب یا GRP و غیره. OSPF طرف فاندامنتال های OSPF مکمل بس تا ورژن 2 ورژن 3. سر IP ورژن 6 که انشالله بس میکنیم و راوتینگ پروتکل های IP ورژن 6 رب یا GRP OSPF و کلش. وایرلس میخوانیم انشالله که بس آخر بس. و در بین هر کدام از یا به اصطلاح مو کتابه بگم اگزام به تمرینای سوال است که انشالله باز مو خدمت چپتر تکمیل کنم. کتاب است که چند فصل داره. اما نمود این عنوانای رشد یا رشد مرگ پیپر که براتون شروع کنم. این پیپرهای کتاب است که انشالله خدا خواست تمامش خود ما شما خواندیم و خواهد پیش رفتیم. درست است انشالله. من باز یارم براتون چی میکنم؟ ریکارداش میتونم براتون کتاب براتون میتونم و روزانه در صنف ریکارد میکنیم پیش رفتیم. یک موضوع براتون سبق رسید کنم. در سیسینه های سابق مثلا آخرین سیسینه ورژن 3 بود 200-125 نمبر کتاب بود.
از دو توی 200 بود با 225 شد بازو 231 شد. تا سیسیمی ورژن سی رقم بود که اول راوتینگ را میخواندن با سویچنگ. دایی برعکس اول سویچنگ از باز راوتینگ دا. این یک مشکل برای شما ایجاد میشه. چرا باید از راوتینگ ها شروع شود است. نظر کلی رقم است. ما یک کار میکنیم که چپترها را از راوتینگ ها شروع میکنیم پس باز سر سویچنگ. فهمی چی گفتم؟ بس من به خاطر شما این کارا میکنم. چرا که تو زمانی که اساسات را نفهمی تو استیپیرش تو کار میکنم. این به شما مشکل ایجاد میکنه. صحیح چی گفتم؟ ما این کتاب هم میخوانیم کلش. یک عنوان چون بقیه تیر نمیشه انشاءالله. چون کتاب پیش خود دست نیمی روز رنگ موچی خوانده رسید. ولی پلان در سیمایی رقم است که یگان چپترها را پایینی بالا میخوانیم مقصد است. که این سیستم درس با شما گدوات نشه بیخواد. هدف فهمیدی من چی گفتم؟ این موضوعی که براتون آورده شدم انشاءالله اولین لکچر درس بعدی ما موضوع اوسای مدل است که سبا بخیر ریکارد میکنم از بخش اوسای مدل. اما پیش اوسای مدل اول پروتکل ها را میخوانیم. یک لکچر که بسیار کوتاه پروتکل است، نتورک پروتکل. و را خوانده باز میم سر اوسای مدل با سر دیودی مدل و تو تی سی پی مدل و تو باید اسم پیش کنیم ببینیم چی میشه انشاءالله. ان خب چه سوال انتقاد پیشنهاد داشتین راحت میتونین بگین که بدلتون بگم. 100% دست عملی شروع شد راوترها سویچ‌ها فایروال کنید اختیار دست انشاءالله. دستور عملی کار میکنیم وعده ما و شما انشاءالله. صحیح است؟ جان نتورک خانه پی سی او کاست کیبلا را اصدارون شدی زوچا امی تکی درست کیبلا را مادم که رکشید من کو اینجا که خودش آوردن کیبلا را کنیکت کنن و وصل کنن که هم یک عملی ازی دیر شود و همی که دیگر خودشان اتوماتیک از پی سی های خود در دیوایس ها اکسس داشته همی کار آمده من که بخیر که شاگردان خودشان پرکتیکل کار کنن درس آمده خودشان صحیح است؟ من رایت براتون میدم خودتان دیوایس ها کار کنین باز صحیح است انشاءالله؟ چیز مشکل خاص دیگه نیست؟ اوکی موفق باشین روزتان بخیر شب نزدیک است شب